السلام علیکم بیننده های عزیز و گرامی. این برنامه اطلاعاتی اخبار است که مستقیما از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌نماییم. در استودیو با شما یار محمد صمدов. 27 یون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری به ولایت مختار کوهستانی بدخشان به ناحیه شغنان تشریف آوردند. 27 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری به ولایت مختار کوهستانی بدخشان به ناحیه شغنان تشریف آوردند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان را ساکنان سربلند و مهمان نواز ناحیه شغنان با صمیمیت خاصه، روحیه ایدانه و مهر بی‌اندازه استقبال گرفتند. خوش آمدی به شغنان ای پیشوای ملت، در جاده سیاست ای رهکشای ملت. از مقدمت شکوفت هر لحظه زندگانی، هر لحظه گل نماید بخت و بقای ملت. با تو دعای ملت تا خانه خدا رفت، با تو بلند گردید دستی دعای ملت. امروز مقدمی توست بالای دیده ما، ای شاه سوار میدان، ای رهنمای ملت. خوش آمدی عزیزا، باز آمدی و باز شغنان در انتظارت ای پیشوای ملت. خوش آمدی عزیزا، باز آمدی و باز شغنان در انتظارت ای پیشوای ملت. خوش آمدید پیشوای معظم ملت. برای پذیرایی مهمان عالی قدر اهل سند یک برنامه رنگین فرهنگی در سطح بلند پیشنهاد نمودند.
این روز روز تاریخی است. اگر وحدت نمیشید ما به این روزا نمیرسیدیم و این تنتنه هم نبود. احسان به شما در کل مردم تاجیکستان که این سیاست را دستگیری کردند و در جایگاه ما به صلح و امانی رسیدیم. وحدت ملی را پابرجا کردیم. ملت تاجیک را سرجم نمودیم. اکنون وطن خود را آباد کرده ایستادیم، بنیاد کرده ایستادیم، ساخته ایستادیم. این جایی که ما شما قرار داریم، در اینجا با 10 جای کاری برای مردم ناحیه شغنان از محصولات های وطنی خود همین ناحیه کار کرده با هم تامین میکنن، مردم هم صادرات میکنن. این باعث افتخار است. همین خیلی کم کم آهسته میشود وطن آباد. مرکز ناحیه در شهر خاروق قرار داشت. ما نمیدونستیم شهر خاروق در کجاست، مرکز ناحیه شغنان در کجاست. امروز حالا که این چیز برای ما شما چه زیبا است. فقط کار کردن مونده کار، خواندن مونده کار است، کسب هنر از خود کردن مونده کار، زندگی رو پیش بریم، وطنمون رو آباد کنیم. مخصوصا نوجوانان و جوانان باز تاکید میکنم که خانه صاحب کسب و هنر شوید. اون چی که ما کردیم برای شما است. آینده تاجیکستان در دست شما بشه. شما باید ادامه دهید، بنیاد کنید، آباد کنید، شایبی کنید. این وطن ما شما، این خانه ما شما. ما وظیفه داریم که هم شایبی کنیم، هم بنیاد کنیم، هم سازیم. نه تنها برای خودمان، برای نسل‌های آینده، برای فرزندان، نوه‌ها، ابی‌ها، یا ملک آباد میراث داریم. آهسته قدم به قدم میشود یک تاجیکستان متمدن آباد پیشرفته. در یگان گوشه کنار مملکت ما کلانسالا مخصوصا بانوا اینقدر ذوق به زندگی، ذوق به صنعت، فرهنگ ندارند چگونه که در ولایت مختار کوهستان بدخشان است. با شما یک جهان تشکر برای پیشوازگیری صمیمیتان، سلامتی، خوشبختی، عمر دراز، هرچی آرزوی امیدی که در همین دل نیتان است خدای تعالی نصیبتان گرداند. سلامت باشید. در ناحیه شغنان با استقبال جشن وحدت ملی و 35مین سالگرد استقلال دولتی کشور تدبیرهای زیادی آبادانی عملی گردیده روند سازندگی‌ها وسعت تازه کسب می‌کند. امروز سیمای ناحیه شغنان با قامت افروختن انشاءات خوشتر و زمانوی کلاً تغییر یافته است. با قدوم فیضبار پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کارهای آبادانی و سازندگی وسعت بیشتر می‌گیرند. 27 میلیون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه شغنان با فعالیت کارخانه جمعیتی دارای مسئولیتش محدود برگ شاهتوت آغاز بخشیدند. کارخانه از روی سمت فعالیت در ولایت و ناحیه اولین بوده اقتدار استحصالی آن در یک سال تا 90 تن محصولات تیار است. 27 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه شغنان با فعالیت کارخانه جمعیتی دارای مسئولیت محدود برگ شاهتوت آغاز بخشیدند. کارخانه برگ شاهتوت در دایره دستور هدایت‌های رهبر دولت و شرایط مساعد برای تقویت رشد استحصالات وطنی، تأسیس جایهای کاری نو و تامین بازار و صادرات محصولات از جانب صاحبکار وطندوست مهپری سید حسن و بنیاد شده است. ما مسئولین کارخانه و صاحبکاران ساحه با تکیه به دستگیری و غمخوری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان و دستور هدایت‌های جناب عالی فعالیت کارخانه را طبق طلبات معاصر به راه مانده با مهنت صافدلانه و صادقانه در پیشرفت و شکوفایی وطن محبوبمان تاجیکستان صاحب استقلال سهم ارزنده خود را می‌گذاریم. ضمن شناسایی به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که انشاءات نوی صنعتی دارای 3 خط استحصالی بوده در آن 3 نمودی محصولات از قبیل چای از برگ توت و علف‌های شفابخش،
омехтаи тут, зардолу, гармдору, донаҳои зардолу ва бодоми талх дар шакли куфташуда бо бастабандии муосир ва ширинӣ аз тут бо риояи стандартҳои ватанию ҷаҳонӣ бароварда мешавад. таҷҳизоти истеҳсолии корхона насли нав буда, он дар асоси таваҷҷӯҳ ба бахши хусусӣ ва ҷорӣ гардидани имтиёзҳои андозии гумрукӣ аз давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон оварда шудааст. дар самти саноаткунонии бо сурати кишвар ифтитоҳи корхонаи нави саноатии барги шохтутро ҳамчун иқдоми муҳим ва амалӣ дар самти татбиқи ҳадафҳои стратегии рушди иқтисодии миллӣ, махсусан саноаткунонии бо сурат, саҳю талош ба харҷ дода истодаем. ин корхона бо ҷорӣ намудани технологияҳои муосир ва истифодаи ашёи хоми маҳаллӣ, барги шохтут ва истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир машғул хоҳад буд, ки ба баланд бардоштани иқтидори содиротии кишвар, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва беҳбудии сатҳи зиндагии мардум мусоидат менамояд. корхона аз рӯи самти фаъолият дар вилоят ва ноҳия аввалин буда, иқтидори истеҳсолии он дар як сол то 90 тонна маҳсулоти тайёр аст. маҳсулоти тайёри корхона асосан ба содирот пешбинӣ шудааст. бо бунёд ва ба фаъолият оғоз намудани корхонаи барги шохтут дар ноҳияи Шуғнон, 15 сокини маҳаллӣ бо кор ва маоши хуб таъмин шуда, шумораи умумии коргарон дар ояндаи наздик бо ворид намудани хатҳои нави технологӣ 1 баробар зиёд карда мешавад. дар мавсими ҷамъоварии ҳосил ва гиёҳҳои шифобахш шумораи коргарон бештар мегардад. ашёи хом аз хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия ва гиёҳҳои шифобахш аз табиат ҷамъоварӣ карда мешавад, ки ин ба таъмини фаъолияти муназзами корхона мусоидат менамояд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми соҳибкорро барои дар шароити кӯҳистон бунёд намудани чунин корхонаи саноатӣ намунаи ибрат гуфта, таъкид намуданд, ки ин тадбир метавонад ба истифодаи имкониятҳои табиӣ, пешгирӣ аз талафёбии маҳсулоти боғот, беҳтар шудани сатҳи зиндагии сокинон ва афзоиши иқтидори содироти мамлакат мусоидат намояд. 27 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи пашшори деҳоти поршиневи ноҳияи Шуғнон аз қитъаи намоиши зироатҳои кишоварзӣ дидан намуданд. 27 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи пашшори деҳоти поршиневи ноҳияи Шуғнон аз қитъаи намоишии зироатҳои кишоварзӣ дидан намуданд. ба сарвари давлат иттилоъ доданд, ки қитъаи намоишии зироатҳои кишоварзӣ дар масоҳати 4 гектар замини бекорхобида бунёд гардида дар майдони 1.5 гектар ниҳоли дарахтони зардолу, шафтолу, олу, олуболу, нок, гелос, себҳои қадпасту миёнақад ва дар масоҳати 1 гектари дигар ниҳоли чормағзи ҳамелӣ шинонида шудааст. дар байни қатори ниҳоли дарахтони боғ, сабзӣ, картошка, ҷувори макка ва дигар зироатҳои ба иқлими минтақа мутобиқ парвариш меёбад. дар 1 гектар замин ба таври таҷрибавӣ пиёзу лаблабӯи сурх ва лаблабӯи сафед кишт гардидааст, ки нашъунамои хуб дорад. он зироатҳое ки мо дар қитъаи намоишӣ, зироатҳои сабзавот, кишти картошка, бунёди боғи мевадеҳанда, боғи донакдор, боғи тухмакдоре ки имрӯз бунёд карда шуданд, имконият дода мешавад, ки дар таъмин намудани бозор истеъмолии шаҳру ноҳия ва мин ҷумла бозори дохилӣ таъмин карда шавад ва он дастгириҳое ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба кишоварзони ноҳияи Шуғнон яъне дастрас карда шудааст, аз қабили техникаи калонҳаҷм, техникаҳои майдаҳаҷм, тухмиҳои хушсифат, чорвои сермаҳсул, оилаҳои занбури асал имконият медиҳад, ки дар ноҳия соҳаи кишоварзӣ ба яке аз соҳаҳои асосӣ табдил дода шавад. парвариши тамоми намуди зироатҳои кишоварзӣ бо риояи меъёрҳои агротехникӣ ба роҳ монда шудааст.
زراعت‌های انتخاب گردیده طبق تجربه دهه آخر ماه اپریل کش گردیده طبق خصلت‌نامه‌شان باید آخر ماه اوگوست جمع‌آوری کرده شوند. مقصد از راه‌اندازی این تجربه انتخاب و مطابق سازی زراعت‌های کشاورزی با اقلیم محل، جاری کردن تجربه معاصر، استفاده عاقلانه زمین و تأمین هرچی بیشتری مردم با مواد غذایی استحصال خودی، عموماً اندیشیدن چاره‌ها به خاطر تأمین امنیت عضوقواری میباشد. در همین جا سرور دولت از حوض پرورش ماهی که در مساحت 20 صدیک زمین ساخته شده است دیدن کردند. طور عیان گردید در آن ماهی‌های گرمی دوست از قبیل زغاره ماهی و امور سفید سر دادند. آینده تصمیم گرفته شده است که با استفاده از شرایط مساعد و آب فراوان مساحت حوض ماهی تا به 1 هکتار وسیع کرده می شود. سرور دولت تاکید نمودند که درآمد از فروش ماهی یک راه غنی گرداندن بودجه خواجگی ها می باشد و در ناحیه شغنان برای رشد این بخش سردرآمد ساحه کشاورزی امکانیت بیشتر است. همزمان در همین جا بر راهبر دولت لایحه گرمخانه دائم عمل کننده معاصر که در شفت قطعه نمایشی زراعت‌های کشاورزی در مساحت بیشتر از 1 هکتار زمین با انشاءات یاری رسان از طرف مؤسسه دولتی رشد صاحبکاری در ساحه کشاورزی ساخته می شود معرفی گردید. تاکید شد که مساحت پرورش سبزوات در گرمخانه معاصر 32 صدیک زمین پیش بینی شده، حاصل آن در 4 فصل سال پیشنهادی بازار می گردد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان اقدام پیش گرفته را سری وقتی ارزیابی کرده با تشبثکاران آن برای کامیابی خواستند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بعد از بازدید از قطعه نمایشی زراعت‌های کشاورزی و حوض ماهی پروری توجه خواجگیداران را با مسئله استفاده عاقلانه زمین‌های کارم، با گردش کشاورزی وارد نمودن زمین‌های بیکار خوابیده، استفاده تخمی‌های بلند حاصل، زیاد نمودن مساحت باغ‌ها، وسیع استفاده بردن ظرفیت‌های طبیعی و با این راه سهم گذاشتن در تأمین امنیت عضوقواری روانه نمودند. 27 میلیون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مرکز ناحیه شغنان شهرک وحدت بینای نوی بیمارخانه مرکزی ناحیه را مورد استفاده قرار داده با شرایط کار و فعالیت و خدمترسانی در آن شناس شدند. 27 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مرکز ناحیه شغنان شهرک وحدت بینای نوی بیمارخانه مرکزی ناحیه را مورد استفاده قرار داده با شرایط کار و فعالیت و خدمترسانی در آن شناس شدند. بینای اساسی بیمارخانه مرکزی ناحیه شغنان از 3 آشیانه و تهخانه عبارت بوده، دارای زیاده از 75 حجره، از جمله 55 حجره برای بستری بیماران با 45 کت، شعبه های کودکانه، احیا، تشخیص، تولد، زنانه، جراحی و دیگر انشاءات یاری رسان عبارت می باشد. اینچنین در اینجا گوشه گیاهای شفابخش نیز تشکیل کرده شده است که در آن با استفاده از گل و گیاهای طبیعت تاجیکستان نوشابه ها آماده کرده می شوند. منتداری صمیمانه کل کارمندان بیمارخانه مرکزی ناحیه شغنان را به پرزیدنت محبوب تاجیکان جهان محترم امامعلی رحمان میرسانم که صاحب این گونه بیمارخانه زیبا و زمانوی گشتیم. پیش ما در بینای فعالیت داشتیم که شرایط خوبی کاری نداشت و ما از غمخواری پرزیدنت مردمی محترم امامعلی رحمان بود که صاحب بیمارخانه نو با تمام شرایط های زمانوی گردیدیم. میدان زمین بیمارخانه 1 هکتار و مساحت بنا 2419 متر مربع را تشکیل می دهد. بیمارخانه مرکزی ناحیه شغنان با مبلغ گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان به استقبال جشن‌های بزرگ و تاریخی 28 سالگی وحدت ملی و 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با مبلغ 13 میلیون سومانی بنیاد گردیده است. من یکی از جوانان خوشبخت این دیار بیشتاسا به نام تاجیکستان می باشم که طریق اکوات پرزیدنتی به دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا سال 2017 داخل شدم و آن را با موفقیت ختم نمودم. زاده ناحیه روشان جماعت دورترین برتنگ می باشم. سزاوار جای کار شده در پیشرفت علم طب تاجیک سهمگذار هستم. سرور انسان دوست و انسان پرور دولت تاجیکان ما نسل جوان دوران صاحب استقلال را به اندوختن علم و دانش و از خود کردن
تکنولوژی معاصر ساحه طب دعوت می‌نماید. ما طبیبان که با سلامتی انسان سر و کار داریم باید تمام نازکی‌های طب را همه جانبه از خود نموده به خلق وطن خویش خدمت شایسته نماییم و پیوسته در تشکل جامعه عقلاً، روحاً و جسماً سالم سعی و تلاش خواهیم نمود. ما جوانان صاحب معرفت بدخشان زمین شکرانه اذا می‌کنیم که دولت نوربار و ملت تاجدار و سرور غمخوار داریم. ضمن شناسایی به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که کارهای ساختمانی در این انشاءات ساحه اجتماعی سال 2024 آغاز گردیده با استفاده از مصالح بلندصفت مطابق به طلبات ساحه در مهلت معین شده به انجام رسانیده شده است. در این مؤسسه تندرستی دستگاه و تجهیزات معاصر از جمله جراحی عمومی، رنتگن رقمی، دستگاه و تشخیص اولتراسادا، ثبت برقی دل و تجهیزات نادر تشخیص و معالجه از دولت‌های پیشرفته جهان با مبلغ بیش از 2 میلیون سامانه خریداری و نصب کرده شده است. با مورد بهره برداری قرار گرفتن بینای مؤسسه تندرستی مشکل چندین ساله اهالی بیش از 14,000 نفره ناحیه شغنان در سمت دسترسی به خدمت‌رسانی معاصر طبی برطرف گردید. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان ما امروز سزاوار به یک بینای زمانوی بیمارخانه مرکزی گشتیم که با تمام تجهیزات معاصر زمانوی تجهیزاته شده است. با پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان برای دستگیری پیوسته ما کارمندان طب اظهار سپاس نموده برای سالمگردانی ملت و تشکل حیات سالم سهم ارزنده خواهیم گذاشت. ما کارمندان بیمارخانه مرکزی ناحیه شغنان امروز صاحب بسیار یک بینای زمانوی و معاصر گشتیم. ما تصور هم نکردیم که صاحب چنین شرایط سطح بلند خدمت طبی می‌گردیم. از این رو با سازگار صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با فرزند طلای تاجیکستان سپاس درود صمیمانه تمام کارمندان بیمارخانه را می‌رسانم و در نوبت خود کوشش می‌نماییم به اهالی ناحیه شغنان خدمت با صفت طبی را انجام دهیم. شرایط زمانوی در بیمارخانه که از برکت صلح و ثبات و استقلال دولتی فراهم آمد اکنون امکان می‌دهد که طبیبان در آن تشخیص و معالجه بیماری‌های گوناگون را به ساکنان سری وقت براه مانند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اثنای صحبت صمیمی با طبیبان و کارمندان بیمارخانه مرکزی ناحیه شغنان برای در سطح بلند به راه ماندن خدمت‌رسانی طبی به ساکنان و معامله خوش با بیماران به آنها دستور و توصیه‌ها دادند. مورد ذکر است که حالا در ناحیه شغنان 55 مؤسسه تندرستی فعالیت داشته در آنها بیش از 410 طبیب با تجربه به ساکنان خدمت طبی می‌رسانند. صحن و اطراف بینای بیمارخانه آباد و سبزکاری گردیده با نصب چراغک‌های آرایشی شبانگاه نیز نمای زیبا دارد. بیست و هفتمین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مرکز ناحیه شغنان با برداشتن پرده از روی لوحه رمزی نشان دولتی را افتتاح نمودند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان نخست با نشان ارجگذاری به مقدسات ملی در پایه نشان دولتی گلچنبرگ گذاشتند. 27 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مرکز ناحیه شغنان با برداشتن پرده از روی لوحه رمزی نشان دولتی را افتتاح نمودند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان نخست با نشان ارجگذاری به مقدسات ملی در پایه نشان دولتی گلچنبرگ گذاشتند.
иншоот дар асоси нақшачорабиниҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд ёфта, сохтмони онро мутахассисони маҳаллӣ дар муҳлати муайяншуда бо сатҳу сифати баланд ба анҷом расониданд. иттилоъ дода шуд ки баландии сутунпояи нишони давлатӣ 16.30 метр буда бо истифода аз масолеҳи алосифат бунёд гардидааст. саҳн ва атрофи нишони давлатӣ бо санги хоро зиннат дода шудааст. дар майдони нишони давлатӣ дарахтони ҳамешасабзу сояафкан ва гулу буттаҳои ороишӣ шинонида шуда, барои истироҳату фароғати сокинону меҳмонон шароити фораҳм муҳайё гардидааст. иншоот мутобиқ ба меъёрҳои муосир бунёд ёфта, ба макони асосии тамошо, сайру саёҳат ва фароғати сокинону меҳмонон ва баргузории чорабиниҳои гуногун табдил ёфтааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои шиносоӣ ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода, ба масъулон барои дар чунин муҳити сабзу гулпӯш нигоҳ доштани майдони нишони давлатӣ дастур супоришҳои мушаххас доданд. мо сокинони ноҳияи Шуғнон ифтихор аз он дорем ки чунин сарвари азиз, ғамхор ва меҳрубон дорем ки ҳамеша дар фикри мо ҳаст. шукронаи он мекунем ки мо имрӯз соҳиби нишони давлатӣ, кӯдакистони замонавӣ ва соҳиби як беморхонаи замонавӣ гаштем. имрӯз шодии аҳли ноҳияи Шуғнон адду канор надорад, чунки ҷаноби олӣ дар сафари навбатӣ ба ноҳияи Шуғнон қадами некранҷа намуданд ва барои сокинони ноҳияи Шуғнон ин майдони нишони давлатӣ ифтитоҳ гардид ва мо шукрона аз ин тинҷиву оромию ободию фазои озод мекунем ки мо дар зери фазои озод мо сурудхонию хурсандӣ мекунем. ҷавобан мо ба ин хизматҳои беназири шахсияти бузурги тарихӣ воқеан арзанда аст. ваъда медиҳем ки мо фарзандони худро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хиштаншиносӣ, бунёдкорӣ ва созандагӣ тарбия намоем, то ки онҳо дар оянда Тоҷикистони моро ба як давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон табдил диҳанд. 27-ум президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳияи Шуғнон шаҳраки ваҳдат муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 3-ро ба номи пайравони пешворо мавриди истифода қарор доданд. ин аввалин муассисаи таҳсилоти томактабӣ дар маркази ноҳия буда, дар доираи корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд гардидааст. 27 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳияи Шуғнон шаҳраки ваҳдат муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 3 бо номи пайравони пешворо мавриди истифода қарор доданд. Do
این اولین مؤسسه تحصیلات تا مکتبی در مرکز ناحیه بوده در دایره کارهای آبادانی و سازندگی و استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد گردیده است. بنا از تهخانه و 2 آشیانه عبارت بوده با رعایت طلبات ساحه و موافق به ذوق کودکان قامت افراخته است که در آن برای به تعلیم و تربیت تا مکتبی فرا گرفتن 150 کودک در 5 گروه شرایط مساعد فراهم آورده شده است. در صحن مؤسسه تا مکتبی میدانچه بازی کودکان با نصب ارغانچک ها تهیه گردیده اطراف آن آباد و سبزکاری شده است. انشاءات مذکور در زمینه دستور سپارش های پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان که ضمن ارائه پیام به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید کرده بودند وابسته به فراگیری بیشتر کودکان به تعلیم و تربیت تا مکتبی با خرج 8 میلیون سومانی بنیاد گردیده است. Because today we have opened for us a beautiful and luxurious kindergarten building. May we live long and well, our respected grandfather. We will always pray that your men have not. مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 3 از 21 حجره مشغولیت‌های عملی، خوابگاه، آشخانه، سردخانه، انبارخانه و دیگر حجره‌های یاری رسان عبارت بوده با دستگاه و لوازمات ضروری مجهز گردانیده شده است. امروز یک روز تاریخی و خاطرمان برای ساکنان ناحیه شغنان و خصوصاً برای کلکتیو کودکستان پیروان پیشوا می باشد. با تشریف پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان این کودکستان به طور رسمی افتتاح گردید. ما از صمیم دل اظهار سپاس می نماییم که تحت سروری پیشوای ملت به ساحه معارف خصوصاً تعلیم و تربیت تا مکتبی توجه پیوسته ظاهر می گردد. کودکستان رقم 3 برای 150 نفر کودک پیش بینی شده است و جوابگوی تمام طلبات زمان معاصر بوده برای تعلیم و تربیت کودکان محیط سالم، زمانوی و پرمحبت را تامین می نماید. این همه البته نتیجه سیاست معارف پرورانه راهبریت عالی کشور است. ما هیئت آموزگاران مسئولیت را به خوبی درک میکنیم و کوشش خواهیم کرد فرزندان عزیز ملت تاجیک را در روحیه وطن دوستی، اخلاق حمیده و معرفت بلند شهروندی تربیت نماییم چنانکه شایسته پیروان پیشوای ملت است. در همین جا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به طور فاصلوی 3 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی را در شهر خاروغ و 5 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی دیگر را در دهه‌های دوردست ناحیه شغنان مورد استفاده قرار دادند. اطلاع داده شد که 3 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی در شهر خاروغ با تشبث صاحبکاران محلی بنیاد گردیده در آنها برای فراگیری 150 کودک به تعلیم و تربیت تا مکتبی شرایط مساعد فراهم آورده شده است.
5 مؤسسه تحصیلات تامکتبی تازه بنیاد در دهه‌های دوردست چرسم و بیست، توربت، رحمان آباد و راژ ناحیه شغنان نیز در زمینه سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از حساب مبلغ‌های بودجتی، شریکان رشد و سهم ساکنان محل بنیاد گردیده است. بینای مؤسسه‌های ساحه معارف وابسته به طلبات محل بنیاد گردیده، در آنها زیاده از 230 کودک به تحصیلات تامکتبی فرا گرفته می‌شوند. در رسم افتتاح انشاءات ذکر شده به همه کودکان بخشیده به روز وحدت ملی تحفه‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تقدیم گردید که شادی و نشاط آنها را دوچند نمود. افتتاح انشاءات ساحه معارف در روزهای تجلیل روز وحدت ملی برای ساکنان شهر خاروق و ناحیه شغنان تحفه ارزنده گردید و آنها منتداری و صمیمیت خاص خویش را به سرور دولت محترم امامعلی رحمان بیان نمودند. ضمن بازدید پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با صفت کارهای انجام یافته و سطح و صفت شرایط فراهم گردیده بهای بلند داده مسئولان را برای تعلیم و تربیت فرزندان در روحیه و تندرستی و خویشتن‌شناسی هدایت نمودند. بیست و هفتم ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه شغنان با راهبران و فعالان ناحیه ملاقات نمودند. هموطنان عزیز، حاضرین گرامی، قبل از همه به مردم مهمان نواز ناحیه شغنان برای استقبال صمیمانه عرض سپاس می‌نمایم. این لحظه ها ما در آستانه سنه مهم روز وحدت ملی قرار داریم. کل ساکنان ناحیه و همه شما حاضرین گرامی را به افتخار این جشن که رمز صلح و ثبات در کشورمان، اتحاد سرجمعی خلقمان و پایه اساسی رشد استوار تاجیکستان صاحب استقلال می باشد تبریک میگویم. سلامت باشید. آرزومندم که فضای آرام و آسوده، وحدت و همدیگر فهمی و پیشرفت و آبادی در هر گوشه وطن عزیزمان همیشه حکم فرما باشد. در دایره آمادگی به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی امروز یک قطار انشاءات مهمی مثل سال اجتماعی و فرهنگی از جمله نشان دولتی در مرکز ناحیه، کارخانه‌های بندوبست میوه و کارکرد گیاه‌های شفابخش در دهه پشار، پل و راه ماشینگر در دهات سوچان
افتتاح گردیدند. اینچنین بنای بیمارخانه مرکزی کودکستان برای 150 جای در شهرک وحدت و یک چند مؤسسه‌های تا مکتبی در دیهه‌های دوردست نایه و فابریکه پرنده پروری در دیهات میرزاجان شیرینجان به استفاده داده شدند. عملی گردیدن چنین اقدام‌های سازنده با باز هم آباد و زیبا گردیدن نایه، بهتر شدن شرایط زندگی و حل مسائل اجتماعی اهالی مشاهدت می‌نماید. طبق نقشه کارهای آبادانی به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه شغنان از 226 انشاءات تعیینات اقتصادی و اجتماعی، ساختمان از نوسازی 190 انشاءات با مبلغ عمومی زیاده از 110 میلیون سامانی به انجام رسانیده شده است. سهم ارزنده صاحبکاران و مردم شرفمند ناحیه در روند کارهای آبادانی و بنیادکاری شایسته تحسین و قدرشناسی میباشد. با اطمینان میتوان گفت که ناحیه شغنان با دستگیری پیوسته حکومت مملکت و زحمت صادقانه مردم شرفمند آن به طور نظررس رشد یافته ایستاده است. در دوران صاحب استقلالی از حساب همه منبع‌های مبلغ‌زاری برای رشد ناحیه بیش از 3.2 میلیارد سامانی روانه کرده شده است. در یگان ناحیه ولایت مختار کوهستان بدخشان ما اینقدر مبلغ صرف نکردیم. فقط در ناحیه شغنان 20 سال زیاد میشه که ناحیه شغنان را ما بنیاد کرده ایستادیم. در یاد دارین آخه مرکزی ناحیه نداشتیم که مرکزی ناحیه در شهر خارق بود. یک شهرک آباد و زیبا مرکزی ناحیه شغنان در شهرک وحدت بنیاد گردید. تنها از حساب بودجه دولتی 670 میلیون سامانی جدا گردیده است که زیاده از 383 میلیون سامانی آن مبلغ‌های مقصدناک برای پوشانیدن خراجات بودجه ناحیه میباشد. علاوه بر این در حدود ناحیه 11 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی و مبلغ عمومی 26 میلیون سامانی عملی گردیده است. حالا باز 8 لایحه دیگر مورد عمل قرار دارد که در دوره آنها تا به امروز با مبلغ 236 میلیون سامانی کارها اجرا شده‌اند. همزمان با این در این مدت مبلغ‌زاری تنها در ساحه ساختمان بیش از 2 میلیارد سامانی را تشکیل داده است. از جمله در سال 2024 سرمایه‌گذاری با سرمایه اساسی بیش از 61 میلیون سامانی را تشکیل داده است که این نشان دهنده نسبت به 30 سال پیش یعنی سال 1996 15 برابر زیاد می باشد. قابل ذکر است که با شرافت صاحب استقلالی، صلح و ثبات و وحدت ملی ما شهرک وحدت را همچون مرکز ناحیه شغنان در یک مدت کوتاه از صفر بنیاد نمودیم و حالا آن به یک مرکز معاصری دارای اینفراستراکچور جوابگوی به طلبات زمانه تبدیل یافته است. با مقصد تامین نمودن رشد باثبات اجتماعی و اقتصادی ناحیه و بلند برداشتن سطح نیکوالی ساکنان آن، رهبریت ناحیه را ضرور است که تشبس‌های صاحبکاران، شخصان سخاوت پیشه و اهالی را همه جانبه دستگیری نماید. کارهای آبادانی و بنیادکاری را باز هم وسعت دهند و در همکاری با وزارت اداره ها، شریکان رشد و بخش خصوصی برای تطبیق برنامه و نقشه های در این سمت قبول شده تمام امکانات های موجوده را سفربر سازند. حاضرین گرامی، با قناعتمندی می توان ذکر کرد که در سالهای آخر فعالیت صاحبکاری در ناحیه شغنان رو به گسترش نهاده است و نقش آن در پیشبرد اقتصادیات، تشکیل جایهای نوی کاری و بلند برداشتن سطح زندگی اهالی افزایش یافته ایستاده است. طبق معلومات تا 1 می سال 2025
در حدود نهایت 916 سوبیکت صاحبکاری فعالیت کننده به قید گرفته شده است که این نسبت به همین دوره سال گذشته 13% زیاد می باشد. این نشان دهنده گواهی می دهد که محیط صاحبکاری در ناحیه تدریجاً بهتر گردیده، دستگیری های دولتی و تشبث های اهالی برای رشد بخش خصوصی ثمره خوب به بار آورده ایستادند. در دوران صاحب استقلالی از جانب تشکیلات های قرضی به صاحبکاران و اهالی ناحیه 384 میلیون سامانی قرض داده شده است. از جمله در 3 سال اخیر از جانب صنعت صادرات بانک مبلغ‌های قرضی داده شده در ناحیه برای دستگیری صاحبکاری و مساعدت به رشد استحصالات 22 میلیون سامانی را تشکیل داده است. در برابر این در 5 ماه سال جاری قرضی به ساحه کشاورزی 73 و به صاحبکاران 12%، بخصوص صاحبکاری استحصالی 35% کاهش یافته است که این تشویش آور میباشد. با در نظر داشت اهمیت مهم داشتن ساحه‌های صنعت و کشاورزی در حل مسائل اجتماعی و با شغل تامین نمودن اهالی، تشکیلات‌های قرضی را ضرور است که دسترسی صاحبکاران بخصوص صاحبکاران استحصالی و کشاورزان را به ذخیره‌های مالیوی وسیع نمایند. با دستگیری حکومت مملکت در طول 10 سال آخر در ناحیه شغنان یک قطار لایحه‌های مهم در ساحه راهسازی و نقلیات عملی کرده شدند. از جمله در دهه وسیم ناحیه راه ماشینگر با مسافه 3.6 کیلومتر، دالان زیلی ترمه با مسافه 550 متر و پل ماشینگذر با درازی 82 متر با خرج بیش از 240 میلیون سامانی بنیاد و تجدید گردیده امروز به استفاده داده می شود. اینچنین با مقصد تعمیر راه‌های دارای اهمیت بین المللی و محلی در این دوره از حساب بودجه زیاد از 9 میلیون سامانی جدا گردیده است. مسلم است که رشد انفراساختار نقلیات با رشد ساحه‌های استحصالی، تجارت، سیاحی و در مجموع و بهبودی سطح زندگی ساکنان مساعدت می‌کند. از این رو حکومت مملکت منبع نیست و ساحه راهسازی و نقلیات ناحیه اهمیت اولین درجه داده دیگر لایه‌های مهم را در این سمت عملی خواهد کرد. هموطنان عزیز، سالهای آخر ساحه صنعت در ناحیه شغنان تمایل مثبت رشد را نگاه داشته در این سمت نشان دهنده‌های نظررس به دست آمده ایستاده‌اند. همه حجم استحصال محصولات صنعتی از 6.6 میلیون سامانی سال 1993 به بیش از 61 میلیون سامانی در سال 2024 رسانیده شده 9 برابر زیاد گردیده است. در 31 کارخانه صنعتی ناحیه حجم استحصال محصولات صنعتی در 5 ماه اول سال 2025 14% افزایش یافته است. باعث قناعتمندی و تحسین است که در یک سال آخر شماره کارخانه‌های صنعتی در ناحیه از 16 به 31 رسیده است. تنها در 5 ماه سال جاری در ناحیه 10 کارخانه نو تأسیس داده شده است. احسن و آفرین به شما، این کار ادامه دادن در کار می‌برد. ضرور است که کارها در سمت تشکیل و دستگیری کارخانه‌های خرد و میانه استفاده پوره امکانیت و اقدارهای محلی برای رشد صنعت و جلب سرمایه‌گذاری به این مقصد باز هم تقویت داده شود. در 34 سال زمان صاحب استقلالی با دستگیری حکومت مملکت در ناحیه شغنان 21 انشاءات انرژتیکی با مبلغ عمومی 92 میلیون سامانی ساخته به استفاده داده شده است که استواری تأمینات با برق و صفت کار شبکه‌ها را کلاً بهتر نموده است. علاوه بر این هنگام سفر کاری به ولایت جهت استفاده منبع‌های برقرار شونده انرژی
بخصوص انرژی آفتابی ما بنیاد نیروگاه برقی آفتابی را در نایه با اقتدار 3 مگاوات و با ارزش 55 میلیون سومانی آغاز بخشیدیم که ماه نوامبر سال جاری به استفاده داده می شود. با تطبیق این لایحه اقتدار انرژتیکی ولایت 5% افزایش یافته امکانیت فراهم آورده می شود که ذخیره آب در انشاءات تنظیم کننده شبانه روزی نیروگاه برقی آبی پامیر 1 زیاد گردد. از این حساب این 3 سال بعد در نیروگاه پامیر 1 در موسم زمستان در ساعتهای سیرباری زیاد می گردد و مشکلات تامینات با برق در این فصل برای اهالی و دیگر مشتریان برطرف کرده می شود. در ناحیه شغنان حجم استحصال محصولات کشاورزی از 17 میلیون سومانی سال 2000 به 190 میلیون سومانی در سال 2024 رسانیده شده است. یعنی 12 برابر زیاد گردیده است. استحصال غله‌دانگی ها نسبت به سال 1991 1.7 برابر، کارتوشکا 4، سبزوات 2.5 و میوه 15 برابر زیاد شده است. با در نظر داشت وضع جهان امروزه و مشکلات تأمینات اهالی دنیا با محصولات کشاورزی و مواد غذایی ضرور است که ذخیره و امکانات‌های کشاورزی ناحیه از جمله هر یک وجب زمین باز هم ثمرناک استفاده کرده شود. تاکید می‌نمایم که در شرایط امروزه ذخیره کردن مواد غذایی برای هر یک عائله از جمله مسائل مهمترین میباشد. هموطنان عزیز، با دستگیری دائمی حکومت مملکت مبلغ‌گذاری ساحه تندرستی ناحیه شغنان سال به سال افزایش یافته در سال 2025 به بیش از 18 میلیون سومانی رسیده است. علاوه بر بنای بیمارخانه مرکزی ناحیه که دارای 70 رختخواب بوده امروز به استفاده سپارده شد، در سال جاری با دستگیری حکومت مملکت بنگاه طبی در دهه کوشک و بنای علاوگی در بیمارخانه دهه ویر بنیاد گردید. امروز در مؤسسه‌های تحصیلات عالی طبی کشور 42 نفر دانشجویان از ناحیه از جمله 29 نفر از حساب کوته پرزیدنتی به تحصیل فرا گرفته شدند. اینچنین در کالج های طبی 77 نفر جوانان ناحیه تحصیل دارند. در دوره صاحب استقلالی نشاندهنده های ففت مادر کودک در ناحیه به طور نظررس کاهش یافتند. ففت کودکان تا 1 ساله به 0 رسیده. ففت مادران در مقایسه با سال 1990 بیش از 2 برابر کاهش یافت. این دستاوردها نتیجه زحمت کارمندان ساحه تندرستی و دستگیری دائمی حکومت مملکت میباشد. با وجود این در ناحیه هنوز هم نارسایی طبیبان، کم بودن مؤسسه‌های تندرستی و تجهیزات طبی به نظر میرسد که اندیشیدن تدبیرهای ضروری را تقاضا می‌نماید. وابسته به این به وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و رهبران ولایت و ناحیه سپارش داده می شود که فعالیت خود را جهت تامین نمودن مؤسسه‌های طبی با متخصصان، ساختمان مؤسسه‌های نو و تامین آنها با تجهیزات معاصر تقویت بخشد. در زمینه هدف‌های پیش بینی کرده حکومت مملکت در ناحیه شغنان در دوام سالهای صاحب استقلالی 43 بنای مؤسسه‌های تعلیمی برای 6340 جای نشست ساخته به استفاده داده شده است. در سال 2025 در ناحیه بنیاد باز 3 بنای مؤسسه تعلیمی برای 436 جای نشست با آخر رسیدن موردی بهره برداری قرار داده می شود. طبق کوته پرزیدنتی در سال تحصیل 2024-25 از ناحیه 16 نفر از جمله 8 نفر دختران به مؤسسه‌های تحصیلات عالی داخل شد. با وجود این سال گذشته از 32 نفر متخصصان جوانی که طبق راهخط وزارت معارف و علم به ناحیه فرستاده شدند
تنها 13 نفر به جای کار حاضر گردیدند که همگی 41% را تشکیل می‌دهند. بنابراین با وزارت مالی و این مقامات اجرایی حاکمیت دولتی نهایت و رهبران مؤسسه‌های تعلیمی سپارش داده می‌شود که جهت جلب آموزگاران جوان مهیا ساختن شرایط مساعد کار و زندگی برای آنها و بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم تدبیرهای مشخص را راه اندازی نماید. حالا در ناحیه شغنان 5 مؤسسه تعلیمی تعمیر طلب و 18 مؤسسه تعلیمی صدموی موجود می باشد که این حالت و صفت تعلیم و تربیت تأثیری منفی می رسد. وابسته به این خاطر نشان می سازم که مسئله تعمیر و تجدید مؤسسه‌های تعلیمی در مد اول باید قرار داشته باشد. از این لحاظ وزارت مالی و این مقامات اجرای محلی حاکمیت دولتی ولایت و ناحیه با استفاده از تمام امکانیت‌ها جهت تعمیر و تجدید مؤسسه‌های تعلیمی باید چاره‌های علاوه‌ای اندیشید. حاضرین گرامی، با استفاده از فرصت می‌خواهم تاکید نمایم که رهبران و مسئولین، صاحبکاران، فعالان جامعه، اهل معارف، زیایان و پدر و مادران در شرایط بسیار مرکب و پیچیده جهان معاصر به خاطر بلند برداشتن سطح و صفت زندگی هر یک فرد جامعه نسبت به هر وقت دیگر زیادتر تلاش و کوشش کنند. یعنی ما باید نسبت به هر وقت دیگر بیشتر زحمت کشیم، هرچی بیشتر محصولات استحصال کنیم، کارگاه و کارخانه‌های استحصالی خصوصا در سمت کارکرد محصولات کشاورزی و اشیاء خام محلی تأسیس دهیم و برای همدیاران خود جایهای نوی کاری مهیا نماییم. همچنین خاطر نشان می سازم که ما باید هیچگاه مسئله کمک به یتیمان و معیوبان و آیله های کمبیزاد را فراموش نکنیم. با اعتماد کامل ابراز می دارم که شما ساکنان صاحب فرهنگ و زحمتکش و وطن دوست ناحیه برای عملی نمودن هدفهای استراتژی دولت منبع نیز سهمی با سزا میگذارید. کل مردم شرممند ناحیه شغنان و همه شما حاضرین ارجمند را بار دیگر به افتخار روز وحدت ملی صمیمانه تبریک گفته به همه شما سلامتی و اقبال بلند و برای کار آرزو می‌نمایم. باور دارم که مردم وطن دوست ناحیه شغنان در آینده نیز با اتحاد و سرجمعی و با شکرانه صاحب وطنی و صاحب دولتی به خاطر پیشرفت کشور صاحب استقلالمان سهمی باسازها می‌گذارند و در آینده نزدیک دیار خود را باز هم آباد و زیبا می‌سازند. همیشه سلامت و سربلند باشید همدیاران عزیز. پدر و مادران، فعالان ناحیه، ولایت اهمیت اولی درجه داده مانده کن. مؤسسه تا مکتبی و خودی مؤسسه تعلیمی برای فرزندانمان، برای نسل‌های آینده شرایط درجه عالی کنیم. یعنی ملت باسواد شد، ملت سالم، ملت باسواد، دولت هم همونقدر رشد میکنه. سطح صفت زندگی خوبتر و بهتر میشه. با خرافات پیش نمیرویم، رشد نمیکنیم. برای که بچه‌های ما باسواد شوند در مؤسسه‌های تا مکتبی، در مؤسسه‌های تعلیمی، ما باید آموزگاران را کسبی سطحی بلند داشته باشیم. در مجموع تحلیل کرده برآمدم ولایت مختار کوهستان بدخشان در 30 سال قریب 90% ختم کنندگان به دانشگاه و دانشکده‌های عالی مملکت و خارج کشور داخل میشوند. نشانه آن است که هم پدر و مادران به بیشتر آموزگاران و صفت تعلیم و تربیت اعتباری اولین درجه. در دیگر گوشه و کنار مملکت آموزگاران از ولایت مختار کوهستان بدخشان خیلی زیاد هستند، کار و فعالیت کرده ایستادند.
از آن جمله در ناحیه دنغره مردم خانه ساختن، بردن ختم کردگی خانه در جا کردن در دیه پرکمچی. مرحمت. ای شه سوار باز به میدان خوش آمدی. سلامات. خوش آمدی به کوی عزیزان خوش آمدی. ما تشنگان چهره گرم و جمال تو، ای نوری دیده جانی به جانان خوش آمدی. چون آفتاب بخت به بدخشانی سربلند، ای شاه ما امام علی رحمان خوش آمدی. سلامت باش. اولا پیشوای معظم ملت تمدن آفر و تمدن پرور تاجیک، سلام صمیمانه یکایک ما را بپذیرید. از صمیم قلب شما را به کوهستان بدخشان خیر مقدم میگویم. خوش آمدید. سلامت باش. من جمعزاده دلارام، خواننده صنف ششم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 به نام اولین گنرال تاجیک مسیبک دولتوویچ تاش محمدوف می باشم. امروز از فرصت مناسب استفاده برده منتداری خودم و منتداری تمام آموزگارانم را به شما ای پیشوای ما می رسانم که ما شما برای ما در سال 2016 یک مؤسسه خوب و زمانوی را هدیه نمودید. بر عوض این غمخواریتان خوانندگان مؤسسه ما همیشه در آزمون‌ها و المپیادها اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان و مدال‌ها می‌گردند. شخصاً من در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک نموده خوشبختانه در دور نهایی این آزمون سزاوار جایی سیوم گردیدم. امسال باشد. در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیز من اشتراک نموده به دور ولایتی راه خط یافتم. ما نسل نورس از هدایت و راهنمایی شما در سمت از خودکنی علمای معاصر گام‌های استوار را گذاشته ایستاده‌ایم و پیوسته تلاش می‌نماییم که دانش‌های زمانوی را از خود نموده برای خلق و وطن عزیزمان تاجیکستان صادقانه و صافدلانه خدمت نماییم. محترم پیشوای ملت، با اعتماد کامل وعده می‌دهیم و شما را باور می‌کنانیم که راه علم و معرفت را پیشه نموده وطنمان را باز هم زیبا و آبادتر می‌گردانیم. محترم جناب عالی، بار دیگر تشریف شما را به ناحیه شغنان خیر مقدم میگوییم. خوش آمدید پیشوای معرفت پرور تاجیک. سلامت باش. زمین و آسمانی من توی مادر توی مادر، جهانی بیکرانی من توی مادر توی مادر، در این دنیا که بیرحمی و بیمهریست بنیادش، یگانه مهربانی من توی مادر توی مادر، دلم را در جهان جست و کسی بهتر نمیداند، به این هم داستانی من توی مادر توی مادر، زیرویت نور میبارد بر روی زندگانیم، چراغی دودمانی من توی مادر توی مادر، زمین و آسمانی من توی مادر توی مادر، جهانی بیکرانی من توی مادر توی مادر، گرم شاعر نمیزادی کجا من شعر میگفتم، غزلهای روانی من توی مادر توی مادر، سرودی اولینی من سرودی آخرینی من،
سرودی جاودانی من توی مادر توی مادر زمین و آسمانی من توی مادر توی مادر جهانی بیکرانی من توی مادر توی مادر توی مادر توی مادر توی مادر توی مادر. مادرت هم اینجا است؟ بله. آموزگار است؟ بله. پدرت چه؟ پدرم کارکن تکنیکی کامپیوتر سازی می باشد. سلامت باش. یک جهان تشکر برای چنین فرزند تربیت کردن. نگفت جانی جوانی من وطن گفت خطر آمد به جان و تن وطن گفت هزاران بار مرگ آمد پی او نگفت افسوس جانی من وطن گفت. پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، من دولت قدم زاده محجبین ساکن ناحیه شغنان و همزمان دانشجوی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد آسیمی می باشم. قدوم شما به ناحیه شغنان همایون باد. سلام شد. جناب عالی، جشن وحدت ملی به شما و تمام ساکنان کشور مبارک باشد. با افتخار و ارجگذاری به سیاست دوربینانه و سازنده شما، خصوصا اعلان نمودن 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی، من یک نفر جوان تاجیک تصمیم گرفتم که پیرو و عمل کننده عقیده های پرمحتوای شما باشم، زیرا هر یک سخن شما برای ما جوانان راهنمای روشن و سرچشمه الهام است. هنوز از سالهای نورسیم من از دستگیری ها و راهنمایی های شما استفاده برده، غالب دور جمهوری آزمون علم فروغ معرفت، دارنده عضو حقیقی اکادمی خرد اکادمی ملی جمهوری تاجیکستان، برنده برنامه بین المللی پیشصف، غالب دور جمهوری وزارت جمهوری وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، جایزه گیرنده دانشجوی سال 2025 و همزمان ختم کننده دانشگاه تکنیکی تاجیکستان با دیپلم اعلا می باشم. محترم جناب عالی، سخنان شما را کشوری که مردم آن بیسواد است، خار و زار و قفا مانده می باشد، هیچگاه از خاطر نمی براریم و کوشش می نماییم که صاحب دانش کامل به طلبات امروزه جوابگو گردیده به وطن و ملتمان صادقانه خدمت نماییم. پیشوای معظم ملت، ما جوانان وعده می دهیم که صاحب دانش کامل به طلبات امروزه جوابگو گردیده، سیاست خردمندانه شما را پیگیری کرده به خلق و وطنمان صادقانه خدمت نماییم. ما با شما هستیم پیشوای معظم ملت. بار دیگر جشن وحدت ملی مبارک باشد. سلامت باشد. این سال ختم میکنی؟ بله. بعد کجا میروی؟ میخواهم بعدی ختم نمودن با زینه ماجستراتورا در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان تحصیلم را ادامه دهم. حتما. از بس که شما اینقدر ذوق به موضوع فنهای دقیق دارید و در اینقدر آزمونهای جمهوری علاقه سزاوار جای خیلی نمایان گشتید، خوانید همه طرف دستگیر میکنید. شرایط های تحصیل خوب است؟ خوب است جناب عالی. مشکلی نداری؟ مشکلی نیست. پدر و مادر چیکار میکند؟ پدرم آموزگار می باشند، مادرم خانه نشینم. در همین ناحیه شغنان؟ در ناحیه شغنان. در دوشنبه در کجا خواب هستی؟ شهر دوشنبه به هجاره. رجب علی رحمان علی همین کس نماینده حکومت در ناحیه شغنان است. نوشته گیر تویش کن. بعد سه خانه گیرید که
سلامت باش. بیچاره ها پدر و مادرها تشویش میکشن که دختراشون با خواندن میرود. نبینید تربیت چی است؟ اخلاق چی است؟ مرحبا. هم صاحب دیپلم، هم سواد، هم کسب، هم هنر، این خیلی خوب است. حتی تربیت فرزنداشون هم بسیار کمک میرسند. خودشان کودکاشون میدونن چیکار کنن از خردسالی. سلامت باشید. ما نگذاریم آینده که ملت تاجیک گرده کج کند، محتاج به دیگران شود، سرسان و سرگردان باشد. برای این ملت باید باسواد باشد، کسب داشته باشد، هنر داشته باشد. بار دیگر همه شما را تبریک میگویم به این روز تاریخی. به شما سلامتی، خوشبختی، تمام خوشی‌های زندگی را آرزومندم. بگذار خدای تعالی هر چی آرزوی امیدی که در دل نیتتان دارین همه را نصیبتان گرداند. سلامت باشید، خوشبخت باشید. یک جان تشکر. پیشوای ملت و آزمایشگاه مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های ماشینگردی ولایت مختار کوهستان بدخشان را افتتاح نمودند. آزمایشگاه در دایره لایحه بهتر نمودن راه‌های علاقه منطقوی در آسیای مرکزی بنیاد گردیده است. 27 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر خوروغ بنا و آزمایشگاه مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ولایت مختار کوهستان بدخشان را افتتاح نمودند. انشاءات مذکور که با تجهیزات معاصر و انفراساختار تکنیکی مطابق با استانداردهای بین المللی بنیاد گردیده است، در موضع تیم شهر خوروغ جایگیر بوده، همچون مرکز مهم مهندسی و آزمایشی در سطح نگهداری، نظارت و رشد راه‌های منطقه خدمت خواهد کرد. آزمایشگاه در دایره لایحه بهتر نمودن راه‌های علاقه منطقوی در آسیای مرکزی برهم 4 بنیاد شده. مبلغ عمومی آن بیش از 5 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. بنا از 3 آشیانه عبارت بوده، دارای انفراساختار معاصر و شرایط جوابگو به طلبات استاندارد بین المللی میباشد. در آشیانه یکم 11 حجره کاری بر هوا برای کارمندان، در آشیانه‌های دوم و سوم آشخانه و مهمانخانه‌های بر هوا برای مهمانان و کارگران ساخته شده است. امروز در روز وحدت ملی از طرف جناب عالی اساسگذار اصول وحدت ملی محترم امامعلی رحمان برای راهسازان ولایت مختار کوهستان بدخشان برای اداره خواجگی راه‌های اتومبیلگرد یک بینای 3 آشیانه زمانوی تحفه کرده شد. این بنا دارای 3 آشیانه بوده. در آشیانه یکم 11 اتاق کاری و یک تالار زمانوی، در آشیانه دوم آشخانه و مهمانخانه و در آشیانه سوم مهمانخانه وجود دارد. همین بنا بار اول در جمهوری گفته میتونیم و در ولایت با مرکز رقم کنونی وزارت نقلیات پیوست بوده. از همین بنا ما میتوانیم همه تکنیک‌هایی که در قلمرو ولایت دارای GPS هستند از همین بنا اداره کرده میشوند و تنظیم در آورده میشوند. در همین بنا با یک مانیتور ثبت کرده شده که وی در همون مانیتور خریطه الکترونی است که در همون خریطه الکترونی آلت را جاگیرشوی بیناهای یاری رسان، جاگیرشوی نقطه‌های فروش سوزشواری و دیگر موضوعهای خطرناک دیده معاین کرده می شود. در اولی بنا مؤسسه باشد با یک آزمایشگاه برای مسئله ساختمان راه و بیناها ساخته شده بود که ما حاضر می توانیم همون مسئله هایی که در ساختمان راه استفاده می شوند از سنجش گذرانیم. با پیشوای ملت اطلاع داده شد که بنای مذکور اولین مؤسسه دارای چنین شرایط سطح بلند در جمهوری به حساب رفته با کارخانه واحد دولتی مرکز رقمی کنونی وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان پیوست کرده شده است.
توسط شبکه یگانه اداره‌کنی رقمی تمام واسطه‌های تکنیکی مؤسسه که با تجهیزات معین کننده موقع محوروی یا خود GPS مجهزند اداره و نظارت می‌شوند. ضمن معرفی خریطه الکترونی راه‌های ولایت، پیشوای ملت با نفترین اصول‌های نظارت وضع راه‌ها شناس گردیدند. نمایش اینتراکتیوی خریطه نشان داد که کارمندان مؤسسه در وقت واقعی می توانند معلومات درباره حالت راه‌ها، جایگیرشوی بناهای یاری رسان، علامت‌های راه، نقطه‌های خطرناک و قسم‌های آسیب‌پذیر را در حال دریافت نمایند. این تکنولوژی رقمی یکی از مؤثرترین روندهای اداره و مانیتورینگ راه‌ها در نظام نقلیات کشور به شمار می‌رود. با استفاده از سپردن بنای مؤسسه دولتی اداره خواجگی راه اتومبیلگرد امروز در تالار مجلسگاه مرکزی شدند که در ولایت ما میتونیم تمام رقم کنونی ساحه ولایت عملی نماییم. در همبستگی با کارخانه واحد دولتی مرکز رقم کنونی ساحه راه و نقلیات، مؤسسه دولتی نگهداری اداره خواجگی تمام راه‌های اتومبیلگرد اهمیت بین المللی و جمهوری داشته را اینوентاریزاسیون گذرانده در خریطه الکترونی راه‌ها جایگیر نمود. خریطه الکترونی راه‌ها امکان می‌دهد که استفاده ثمرناک و درست مبلغ‌های بودجتی را تامین نماید. عین زمان از روی سیستم مذکور ما میتونیم که تمام راه‌های اهمیت بین المللی و جمهوری داشته که در حدود ولایت قرار دارند از روی نمودشان دیده نمایند. این در این سیستم حالت خوب، میانه و حالت بد راه‌هایی که در حدود هستند نشان داده می شود. اینچنین در مرکز مذکور سیستم معین کننده مهاروی موجود است که تمام تکنیک و مکانیزم های راداری که در مؤسسات دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد شهر و ناحیه‌های ولایت قرار دارند نظارت کرده می شوند و استفاده بری ثمرناک آنها را تامین می‌گردند. با استفاده از چنین شرایط و تجهیزات نو، مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ولایت من بعد می‌تواند به طور ثمرناک در نگهداری راه‌ها تامین بی‌خطری نقلیات و خدمت رسانی سری وقتی به رانندگان و مسافران سهم نظر است گذارد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن بازدید از امکانیت‌های آزمایشگاه از صفت تجهیزات سنجشی، سطح آمادگی مهندسان و محیط کاری کارمندان اظهار قناعتمندی نمودند. آزمایشگاه به طور دائمی خاک و جسم‌های کوهی و مسائل ساختمانی را پیش از استفاده در راه و پل‌ها می‌سنجد تا صفت راه‌های بلندکوه به طلبات بی‌خطری نقلیاتی جوابگو باشد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان اثنای بازدید تاکید داشتند که این گونه انشاءات باید نه تنها در سطح ولایت بلکه همچون نمونه ملی مرکز راهسازی در دیگر منطقه‌ها نیز راه‌اندازی شود. سرور دولت به شرکت ساختمانی، مهندسان و لایحه‌کشان و کارمندان سایه راهسازی که در شرایط کوهستان با صداقت و مسئولیت کسبی فعالیت نمونوی دارند اظهار سپاس نمودند و برای باز هم بلند برداشتن صفت کارهای راهسازی دستورهای مشخص دادند. مردم شکرگزار بدخشان و راهسازان ولایت افتتاح انشاءات مذکور را یک قدم بزرگ در راه رسیدن به هدف استراتژی رهایی از بنبست کمونیکاسیونی و تامین رشد استوار منطقه ارزیابی می‌کنند. من همچون یک کارمند جوان مؤسسه دولتی اداره خواجگی راه ولایت مختار کوهستان بدخشان مینه‌داری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم جناب حالی امامعلی رحمان بیان میکنم که برای مایان چنین بنای زمانوی در روز وحدت ملی تحفه نمودند. در جواب همین غمخواری های اساسگزار صلح و وحدت ملی چنین میگویم که ما در آینده با تمام کوشش از بنبست کمونیکاسیونی برآوردن دولت سهم خود را میگذاریم. به سرور دولت شرایط معاصر داخل آزمایشگاه مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ولایت معرفی گردید. ضمن معرفی امکانیت‌های تکنیکی آزمایشگاه در سمت تحقیق و سنجش خاک و جسم‌های کوهی، اینچنین مسائل ساختمانی که برای بنیاد راه دارای اهمیت بین المللی روشان مرغاب کلمه استفاده می شود به طور مفصل نشان داده شد. این سمت در دایره نقشه‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان و سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جایگاه خاص داشته
تطبیق آن به بیخطری نقلیاتی و استواری راه‌های کوهی مساعدت می‌نماید. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان به مسئولین نگهداری راه‌ها و لاحیه‌کشان و پودرچیان دستور دادند که مسیر راه بین المللی را با استفاده از شرایط سطحی بلند ساخته مورد بهره برداری قرار دهند، زیرا هدف اساسی لاحیه بلند برداشتن ثمرناکی تجارت بین سرحدی و استواری به خطرهای طبیعی و بیخطری انفراساختار راه‌های علاقه منطقوی در ولایت‌های سوخت و ختلان و ولایت مختار کوهستان بدخشان ارزیابی می‌گردد. همزمان به سرور دولت به طور فاصلوی مراسم افتتاح رسمی یک قطار انشاءات مهم انفراساختاری از جمله کشاده شوی قطعه 13 کیلومتری راه نوسازی شده، دالان 550 متری ضد ترمه و پل ماشینگذار 82 متره در دهه برسم ناحیه شغنان نشان داده شد. معلومات درباره سطح بلند اجرای لاحیه، صفت کارهای ساختمانی و اهمیت این مسیر برای رشد اقتصادی و بیخطری نقلیاتی به پیشوای ملت معرفی گردید. قطعه نوی راه با سپارش سرور دولت محترم امامعلی رحمان و در دایره نقشه‌های استراتژیکی حکومت جمهوری تاجیکستان در مسیر راه دوشنبه کیولوب درواز خاروغ مرغاب کلمک تاجیکستان را با جمهوری مردمی چین می‌پیوندند مطابق به طلبات زمان معاصر از نوسازی شده است. در شرایط کوهستان دشوارگذر با استفاده از تکنیک و تکنولوژی‌های معاصر ساختمان دالان ضد ترمه و پل ماشینگذار انجام داده شد که در تامین بیخطری حرکت نقلیات و رابطه استوار منطقه نقش کلیدی می‌بازد. به گفته مسئولین، آزمایش مسائل ساختمانی و صفت راه توسط آزمایشگاه معاصر نگهداری راه‌های ماشینگرد ولایت پیشکی انجام داده شده است تا که این راه جوابگوی طلبات زمان باشد. مردم سربلند ناحیه شغنان اظهار سپاس و منتداری و توجه خاصه و دستگیری همیشگی پیشوای ملت نموده تاکید داشتند که بنیاد چنین انشاءات مهم انفراساختاری برای زندگی به خطر ساکنان، رشد ساحه سیاحی این منطقه، رونق سودا و رابطه‌های بین المللی شرایط مساعد فراهم می‌آورد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای بنیاد با صفت دالان ضد ترموی، پل ماشینگذار و تعمیر پوره راه دهه برسم نیز به راهسازان بهای بلند دادند. باید گفت که لاحیه مذکور نمونه واضح سیاست بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان و اقدام پرارزش در سطح تحکیم شرایط راه‌ها، پیوست‌شوی منطقه‌ها و رشد استوار اجتماعی و اقتصادی ارزیابی گردید. 27 президент ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба таври фосилавӣ 3,7 километр роҳ, 550 метр долони зидди тарма ва пули мошингузорро бо дарозии 82 метр дар деҳаи барсеми деҳоти сучони ноҳияи шуғнон мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ин қитъаи роҳ дорои аҳамияти байналмилалӣ буда ҷузъи муҳими шоҳроҳи стратегии душанбе кулоб дарвоз хоруғ мурғоб кулма ба ҳисоб меравад. он тоҷикистонро бо ҷумҳурии мардумии чин тавассути гузаргоҳи сарҳадии кулма мепайвандад. 27 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба таври фосилавӣ 13 километр роҳ, 550 метр долони зидди тарма ва пули мошингузарро бо дарозии 82 метр дар деҳаи барсеми деҳоти сучони ноҳияи шуғнон мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. имрӯз дар домани фариштаи ваҳдат дар деҳаи барсеми ноҳияи шуғнон долонҳои барсем ва кӯпруки боҳашамате ба истифода дода шуд. мо мардуми ин диёр гӯё ки ба дунёи нави зебо ба ҷаҳони беназире ворид шудем ва ба чунин ба назар мерасад ки муҳаббати худованд имрӯз дар хонаи мо маъво дорад. бо пешвои ваҳдатоин ва мардуми неки оин ин фариштаи зебо имрӯз дар хонаводаи мо ҷой дорад. аз номи кулли сокинони деҳаи барсем, аз номи кулли сокинони ноҳияи шуғнон ва аз номи тамоми онҳое ки дар амин роҳ ба мушкилот дучор шуданд ва имрӯз аз тамоми мушкилот озод шуданд, ба ҷаноби олӣ пешвои муаззами миллат
محترم امام علی رحمان جهان سپاس. اطلاع داده شد که قطعه راه دهه برسم ناحیه شغنان مطابق به طلبات زمان بنیاد شده است. این قطعه راه دارای اهمیت بین المللی بوده، جزء مهم شورای استراتژیکی دوشنبه، کیلاب، درواز، خاروغ، مرغاب کلمه به حساب می رود. آن تاجیکستان را با جمهوری مردمی چین توسط گذرگاه سرحدی کلمه می پیوندد. با استفاده از تکنیک و تکنولوژی های معاصر و با دستگیری حکومت کشور و شریکان بین المللی، کارهای تجدید راه، ساختمان دالان ضد ترمه و پل ماشینگذار در شرایط مرکب ریلیف کوهی به انجام رسیده، به خطری حرکت نقلیات و ارتباط منطقه ها را تامین می نماید. من از نام تمام ساکنان جماعت دیوت سوچان نوع شغنان با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب والی محترم امام علی رحمان برای ساختمان این انشاءات عظیم عصر عرض و سپاس بی‌پایان خود را بیان می‌نمایم. چون که با دستور به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی ما توانستیم در یک مدت کوتاه‌ترین به یکی از هدف‌های استراتژیکی مملکت نائل گردیم، یعنی برآمدن از بنبست کمونیکاسیونی و با دولت ترانزیتی مشرف گردیم. الوطن عرض سپاس برای ساختمان راه اتومبیلگرد دوشنبه در درآمدگاه نوعی روشن. ما از نام جوانان نوعی شغنان یعنی الوطن با غمخوری ها تمام سعی و کوشش خود را به آن روانه می سازیم که برای آباد و زیبا نمودن وطن عزیزمون سهم به اندازه خود را بگذاریم. راه اتومبیلگرد شورای ابریشم یعنی به استاندارد بین المللی مطابق و موافق گردید. یعنی ساکنان ناحیه شغنان و تمام اهالی دهات سوچان ناحیه شغنان به حکومت جمهوری تاجیکستان و به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای دستگیری‌های پیوسته و توجه بی‌نظیر انسان پرورانه نسبت رشد استوار و بهبودی زندگی ساکنان ناحیه شغنان و تمام منطقه کوهستان ولایت سپاس و منتداری بیان می‌نمایند. زیرا سال 2015 در نتیجه رخ دادن حادثه طبیعی راه این موضع زیر آب مانده، رفت و آمد مردم با مشکلی مواجه شده بود. نظر محمد و گلنیسا علی محمدovna آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 22 به نام محمد وفا بخایف هستم. با معمار استقلالیت ملت و دولت، نورباری خاندان ملت، جایزه ارجمند جهانی پیشوای عصر 21 محترم امام علی رحمان از نام کل ساکنان ناحیه و از نام کل مردم بدخشان منتداری خویش را بیان می سازم. به خاطر دلسوزی پدرانه، جانفدایی های قهرمانانه، سیمای رستمانه، عمل های سازنده و برای ساختمان های انشاءات ها از جمله راه هایی که امروز عقبه هایی که امروز جاودانه برای ما ساخته است، از نام کل مردم جهان تشکر و منتداری خویش را بیان می سازم. محض با سیاست بنیادکارانه حکومت کشور در مدت کوتاه این راه دارای اهمیت بین المللی نوسازی شده. برای بخطری مردم دالان ضد ترموی و الوطن پل ماشینگذار ساخته شد. باید گفت که تطبیق این لایحه نمونه روشن سیاست دولت در سمت همبستگی با مردم، تامین دسترسی به راه‌های بین المللی و تحکیم موقع تاجیکستان در عرصه بین المللی بوده هدفمندانه عملی گردید. بیست و هفتم ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بینای نوی خوشتر و زمانوی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خاروغ را مورد استفاده قرار دادند. و سرور دولت محترم امام علی اطلاع دادند که انشاءات نو دارای 150 حجره کاری برای 300 نفر، تالار مجلس برای 400 نفر و تالار خرد مجلسی می باشد.
27 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои нави хуштар ва замонавии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри хоруғро мавриди истифода қарор доданд. Иншоот дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба хотири фароҳам овардани шароити мусоиди фаъолият барои кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри хоруғ бунёд гардида дорои шароити хуби кору хизматрасонӣ мебошад. бинои ҳукумати шаҳри хоруғ аз зафҳошона иборат буда сохтмони он аз ҷониби дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ бо сифати баланд ва бо риояи меъёрҳои сохтмонӣ анҷом дода шудааст. ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки иншооти нав дорои 150 ҳуҷраи корӣ барои 300 нафар, толори маҷлис барои 400 нафар ва толори хурди маҷлисӣ мебошад. бино инчунин бо тамоми инфраструктура аз қабили системаи гармидиҳӣ дар фасли зимистон, таваққуфгоҳ зер истгоҳи барқӣ, китобхонаи анъанавӣ ва электронӣ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон таъмин буда ҳамаи уҷраҳо тибқи стандартҳои матлуб ҷойзонда шудааст. дар таххона уҷраҳои техникӣ ва амборҳо ба назар гирифта шудааст. ороиши зоҳирии иншоот бо истифода аз тахтасангҳои хоро ва мармар сурат гирифта, намои бино бо истифода аз санъати баланди меъморӣ ва ороиши миллию ҷаҳонӣ зиннат дода шудааст. барои зебу зиннати дохили бино аз кандакориҳои рӯи гаҷ, панелҳо аз навъҳои чӯбҳои қиматбаҳо ва рангҳои аълосифат истифода шудааст. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аснои шиносоӣ бо имкониятҳои бинои нав ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода иншоотро тӯҳфаи арзандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба шаҳри хоруғ дар пешоруи 28-умин солгарди ваҳдати миллӣ ва 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон унвон намуданд. имрӯзҳо ҳамагон шоҳиди он гардидем ки шаҳри хоруғ боз соҳиби як бинои нави замонавӣ гардид ва ин бинои нави мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри хоруғ боз ба як гӯшаи шаҳри хоруғ зебовӣ ва таровати дучандро зам намуд. мо ифтихормандем ва миннатдории самимии хешро ба роҳбарияти олии кишвар, ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем ки дар арафаи 28-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ барои мо хизматчиёни давлатӣ, кормандони давлатӣ чунин як тӯҳфаи арзишмандеро тақдим намуданд. имрӯз бинои мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри хоруғ бо тамоми шароитҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардида барои пешбурди кори хизматчиёни давлатӣ як шароити мусоидеро фароҳам овард. ҷавобан ба ин ғамхорӣ, ба ин дастгириҳои роҳбарии давлат, президенти маҳбуби кишвар, мо кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри хоруғ ваъда медиҳем ки фаъолияти кории худамонро беҳтар ба роҳ монда барои рушду нумӯи давлат, барои ободонӣ ва созандагӣ, барои гулгулшукуфии ватани азизамон саҳми арзандаи худро хоҳем гузошт. роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни боздид аз бинои нав зикр карданд ки бо истифода аз шароити фароҳам овардашуда кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри хоруғ вазифа доранд ки дар татбиқи ҳадафҳои неки ҳукумати мамлакат, таъмини зиндагии шоистаи мардум, пешбурди корҳои созандагӣ ва ободонӣ саҳми беш аз пеш гузоранд. дар арафаи ҷашни бузурги ваҳдати миллӣ ва ташриф навбатии роҳбари давлат пешвои муаззами миллат ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар шаҳри хоруғ бино барои кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри хоруғ бо иштироки бевоситаи роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ифтитоҳ гардид. ин бинои нави замонавӣ ки бо тамоми шароитҳои хуби корӣ ифтитоҳ гардида ва мин баъд тамоми кормандон кӯшиш менамоянд ки барои ободии ватан, барои беҳтар намудани хизмат барои мардум ки ин вазифаи аввалин дараҷа аз тарафи роҳбари давлат барои ҳар як корманди давлат, барои ҳар як хизматчии давлатӣ вазифагузорӣ карда шудааст ва мо кӯшиш менамоем ки дар баробари ин ғамхориҳое ки дар ҳаққи тамоми кормандони мақомот ва сокинони шаҳри хоруғ адо намудааст, мо кӯшиш менамоем ки
زحمت خود رو دوچند و دهچند زیاد نماییم. یادآور می‌شویم که با نظرداشت نیاز مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوروغ به بنای زمانوی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سال 2019 برای آغاز بنیاد آن سنگ اساس گذاشته بودند. بنای پیشتر مقامات شهر در کوچه شیرینشاه شاه تیمور به طلبات فعالیت کاری چندان جوابگو نبود. ما بسیار خرسند هستیم که امروز در چنین شرایط مساعد اتاق‌های کاری خیلی برهوا فعالیت می‌نماییم. ما از نام تمام نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوروغ اظهار منتداری صمیمانه خویش را به رهبر دولتمان می‌رسانیم. بگذار در کشور عزیزمان تاجیکستان همه وقت صلح و وحدت حکم فرما باشد. قامت افراختن بنای نو زمانوی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوروغ در یکی از کوچه‌های مرکزی و ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان به آرایش بیشتر شهر خوروغ مساعدت کرده است. 27 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر خوروغ پلی ماشینگذار که دو ساحل رودخانه غوند را در موضع‌های شریف آباد و پرینن می‌پیوندد مورد استفاده قرار دادند. درازی پل 200 متر و پهنایش 10 متر است. در جریان سفر کاری در شهر خوروغ از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان پل ماشینگذار که دو ساحل رودخانه غوند را در موضع‌های شریف آباد و پرینن مرکزی ولایت با هم پیوست نمود مورد بهره برداری قرار گرفت. پل مذکور در دایره مناسبت‌های نیک و دوستانه دو کشور همجوار جمهوری تاجیکستان و جمهوری خلقی چین بنیاد گردیده در از بین بردن مشکلات نه تنها شهر خوروغ بلکه نویه‌ها جهت حرکت منظم نقلیات زمینه با اعتماد می‌گذارد. خلوش شدیم جنوب اولی بسیار خرسند هستیم. یک جا آباد میشه اینقدر کارخانه ها بنیاد کرد بسیار آبادی کردی جنوب اولی ولی با آباد میشه. میگم که جنوب اولی در سال یک بار نیو چور بود همین بدخشان ما همین آباد سلام. در مراسم افتتاح این انشاءات نه تنها برای مرکز ولایت بلکه نویه‌های روشقلا و اشکاشم مهم اطلاع داده شد که کارهای ساختمانی در اینجا از 1 یونیو سال 2023 آغاز گردیده. در پیشبرد آنها در برابر پولسازان شرکت چینایی چاینا رود بریج کارپوریشن همچنین مهندسان وطنی نیز سهم باسزا گذاشتند. درازی پل 200 متر بوده، پهنایی آن باشد 10 متر را در بر میگیرد. پل زمانوی با تکیه بر 70 تکیه‌گاه‌ها استوار بوده، با دیوارهای محافظتی و تکیه دیوارها تامین میباشد. فرمایشگر ساختمان وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان بوده. برای انجام پورای کارها مبلغ زیاده از 4 میلیون دلار آمریکایی مصرف گردید. ساختمان این پل در دایره همکاری‌های سودمند حکومت جمهوری تاجیکستان با بانک جهانی مرحله 4 برنامه بهتر نمودن راه‌های علاقه منطقوی در آسیای مرکزی در شهر خوروغ به راه گذاشته شد. قد پل ماشینگذار پنجره‌های آهنی نصب شده از دو طرف راه نقلیات راه‌های پیاده‌گذار در مساحت 220 متر ساخته شده است. برای حرکت باشندگان در این پل از دو طرف انشاءات راه‌های برآمد و فرآمد بنیاد گردیده شرایط مساعد فراهم آورده شده است. این انشاءات بسا مهم برای خواجگی شهر خوروغ با چراغک‌های آرایشی تامین بوده شبانگاهان منظره دلفریب دارد. در مراسم افتتاح پل ماشینگذار پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ابراز داشت که بنیاد راه و پل‌ها در زمان صاحب استقلالی یکی از سمت‌های مهم فعالیت حکومت مملکت محسوب می‌یابد، زیرا بنیاد راه و پل‌ها اهمیت بزرگ اقتصادی و اجتماعی داشته در بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی و رشد اقتصادی مملکت زمینه استوار می‌گذارد. هدف و مقصد این لایحه بلند برداشتن ثمرناکی سودای بین سرحدی بین منطقه‌ای و استواری برای خطرهای حرکت‌های طبیعی و بی‌خطری اینفراستراکچور راه اتومبیلگرد ولایت مختار کوهستان بدخشان میباشد. این اقدام در لایحه برای ما چور یعنی لایحه بهتر نمودن حرکت‌های را در ولایت مختار کوهستان بدخشان و با دستگیری پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میباشد و ما از این اقدام بسیار خرسندیم که لایحه زیادتر شوند و رشد اقتصادی
در ولایت مختار کوهستان بخشان بهتر شود. ساختمان پل ماشینگذر در محله شریف آباد که برای اقتصادیات و بهداشت زندگی مردم این منطقه خیلی مهم ارزیابی می‌گردد، وسیله بهترین رفت و آمد ساکنان از میان برداشتن حالت‌های تنبشوی در راه‌های مرکزی شهر به حساب می‌رود. با دستور ادارات اساسگذار اصول وحدت ملی، پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بهر بهتر کردن انفراستراکچور نقلیاتی در شهر نوای ولایت و اندیشیدن چاره‌های علاوه‌ای جهت بخطری حرکت وسایل نقلیات در شهر